یعنی شما گفتنی که اونها فشار میکنن که جوانان این ملت حق خودشون رو طلب نکنن، آزادی رو طلب نکنن. بله بله، همین جوانایی که مقصد ای ظلم پدر مادرش ملتش آزاد میکنه، زنو یا اینکه کلانسالها یا اینکه کودک آزاد کردن نمیتونن. و سوال مهم این است که محسن حکومت تاجیکستان رو تهدید دارد؟ محسن دولت تاجیکستان رو تهدید میکند؟ تهدیدی ما به خلق تاجیک نبود، به ملت من، به مسلمانان نبود. ما با خلق تاجیک، با ملت خود، با مسلمان ما یکیم. یعنی شما گفتنی که همین رشک ملیتون، غرور ملیتون، یک ناموس ملی شما مجبور کرد که تهدید کرده باشید. در آخر چی نصیحت دارید بر جوانان ما؟ سلام علیکم دوستان و هموطنان. امروز مهمان ما محسن می باشد. محسن در شبکه‌های اینترنت فعال است، همه شما میشناسند، به نام محسن تیجی مشهور است و حاجت شناس کردن نیست زیرا که مشهور است. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر که دعوت ما رو قبول کردید. سلامت باشید. خواستیم چند سوالا هست پرسیم از محسن. سالی چند هجرت کردید؟ محسن جوان کی هجرت کرد و چی سبب شد که آمدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. ما سال 2017 به دیار مبارک شام هجرت کردم. البته که سال 2017 ما درباره هجرتم ویدیو کرده بودم. سبب این هجرت همین شده بود که در میان ما مسلمانان را چقدر دشمنان دین شکنجه داده کشته بود. همیشه سبب شده بود که من هجرت کردم. خب در اصل من میخواستم به میان ما هجرت کنم، لیکن بعد از میان ما راه نبود. بعدا دیدم که در سوریه هم همین گونه مقصد مسلمانان در عذابن، ای طرف ظالما، چقدر کودکا، چقدر زنها، چقدر کلانسالا کشته شده‌اند. و الحمدلله که الله سبحانه و تعالی در قلبمون همین گونه یک مسئولیتی حسی برادر ایمانی را داشت و ما قرار قبول کردم که برای کمک مظلوما باید که هیچ نبودند رفته در بری همو ایستاده به اونها کمک کنیم. و اصل مقصد ما به دیار مبارک شام هجرتمون همین بود که در راه الله بر ضد آن دشمنانی که مسلمانان را قتل کردند، آن دشمنانی که مسلمانان را حق ظلم کرده، زنان مسلمه ها را تجاوز کردند، بر ضد آنها برای دفاع مسلمه ها، برای دفاع زمین مسلمانان مبارزه بردن هجرت کردیم. و الحمدلله اینا اومدیم ای سال 2017 تا حاضر در راه الله، الحمدلله که الله سبحانه و تعالی استوار گردونده است. مبارزه بردیم. خداوند ان شاء الله قبول کند. امین. وقتی که اومدید چند ساله بوده؟ ما وقتی اومدم انا 24 ساله بودم. 24 ساله بودم. یعنی حاضر تقریبا 8 سال میشه. ای 24 سالگی هم جدیم. ماشاءالله ماشاءالله، خیلی خوب. خیلی کن محسن درباره هجرت کردنشون ویدیو کرده، ممکن هم بسیاری شما تماشا کرده باشین، برای این بسیارتر وسیع صحبت نکنیم. اگر کسی میخواد در کانال او شما میتوانین تماشا کنین. الان ما دیدیم که سوریه آزاد شد از ظلم حکومت و در شبکه اینترنت کانال شما پیگیری کردیم که شما در حلب رفتین، حما، حمص، طرطوس، دمشق، قریب که همه جای سوریه رفته چغ زدین. همین در سیر و گشتتون یگان شهروندای تاجیکستان رو دیدید که در گروه های داعش بودن؟ یگان جو خورده شهروندای تاجیکستان که در داعش هستند؟ البته ما همون روزی که جنگ سر شد، 27 نوامبر جنگ سر شد، همون شبش وقتی پس از جنگ میشد، همون شب رفتیم و حتی اینکه تا فتح دمشق ما در میدان بودیم، با چشم سر دیدیم. نه تنها شهروند تاجیکستان بلکه یگان شهروند که داعش باشه ما کتی در یک گروه نبود. برای گروه ما گروه داعش نیست است. ما با داعش اختلاف هستیم، اختلاف عقیدوی. آنها هیچ وقت با ما در یک صف شده بر ضد دشمنان نمی‌جنگند. از این سبب ما در یگان گروه دیدگی نیستیم و این چیز، یعنی اگر که شما بیرق اگر به نظر داشته باشین، او اختلاف ما در بیرق نیست. شاید نه بعضی بینندگان دیده باشن که بیرق‌های ایلام و داعش ممکن هم سبب. این بیرق ما اختلاف ما در بیرق نیست. این بیرق یگان مشکل نداره. اختلاف ما در عقیده است. اختلاف عقیدوی داریم. همین سبب در یگان گروه، در یگان مجموعه، در یگان منطقه داعش نبود. اگر باشه و یا بر ضد ما می‌جنگند. منم چرا اینطور سوال دادم؟ زیرا که در ذهن مردم جای کرده است که اگر کسی که به سوریه هجرت کرد معناش که او داعشی هست. ولیکن ما می‌دونیم که تقریبا 400 نفر با گفته رادیوی آزادی که 400 نفر شهروندان تاجیکستان در اینجا هستند و مردم
همین وقتی که فهمیدن که در سوریه هجرت کرد معناش که او دویشی هست. برای من سوال دادن که او شما واخوردید یگان دویشی شهروندای تاجیکستان که در دویشی هستند یا خودی شما در گروه دویشی بودید یا یگان وقت فعالیت داشتید در گروه دویش؟ نه الحمدلله من یگان ساعت یگان دقیقه در گروه دویش نبودم. ما ای روزی که اومدم سوریه و ما یورا ای نزدیک با چشم سر دیدم مقصد کاراشون حالتشون. ما یعنی 8 سال باز ما فقط امیو کتی مقصد بسیار مجادله میکنم در اینترنت ها هم ای نزدیک هم دیگه نیستم. من یگان دقیقه هم در صف آنها نبودم و من دویش هم نیستم و الحمدلله میگم دویش هم نیستم. برای که دویش برای چی از مقصد خیلی که شما گفتین کسانی که سوریه برای آنها را میگه که دویش برای چی دویش میگه؟ ایرا همون دشمنان دین بر قصد هم خیلی میگه که هر کسی که مقصد میدونه همون دشمنان دین کسی نباشم در برای ما گپ میزنه مینویسه میگه آنها دویشن. آنها خوب میدونن که ما دویش نیستیم لیکن با بهونه همین چیز با نام همین دویش انا آنهایی که در راه الله جهاد کردن مبارزه برسن آنها را به خلق بد نشان دادن. برای چی؟ برای که آن کارهای دویش کرد آن کارهای کرد ایسا دشمنان دین بر ضد مسلمان و بر ضد اسلام خوب استفاده برد نوارهای آنها را کارهای آنها را و با جوانان اسلام و جوانان مسلمان ها که مقصد آیید اسلام آیید چه آنقدر علم نداره آنها را چیکار کرد؟ اینمی اسلام اینمی جهاد اینمی کسانی که مجاهد میشن بگه اینمی کارا میکنن و در نظر آنها خیلی بد نشان داد. یعنی گفتنی که شما که میترسونن که اگر جهاد کنی یعنی تو دویشی و گفتن بله میگه دویش همیه نه که در اصل آنها میدونن آنهایی که در حق ما مینویسن پروپاگاندیستا میدونن که ما دویش نیستیم و آنها میدونن که ما بر ضد دویش هم مبارزه میبریم. بله نه که ولی مردم عادی این چیز بی‌خبرن. بله مردم عادی فکر میکنن که کسانی که سوریه برن دویش میشن. نه خیلی است. و کسانی که خبر ندارن یا درسا میکنیم که این گروه دویش در سوریه ممنوع است چون که بردار گفت در اینجا او موجود ندارن و حتی در عراق و افغانستان و قریب که در همه جا این گروه ممنوع میباشد. و سوال دیگر این که در تاجیکستان در زندان وحدت کشتار شد و حکومت به تهمت داعش آنها رو کشتن. به فکر شما همونا علاقه داشتن به گروه داعش یا نه؟ اول اینکه خیلی کشتار در زندان های تاجیکستان یکم بار نیست. این سال هاست که این فقط حاضر ظاهر شدنش هم قدر است. او در باطن در پنهانی الله اعلم چقدر برادرای ما در او زندان کشته شدن. و ما فکر میکنم اون چند نفر 7 نفر چند نفر بود تا کشته شدن. ما فکر میکنم اون قدر او دا زیاد کشتگیان فقط همین قدرش در شبکه‌های اینترنتی پهن شد. انا داعش با نام داعش مردم انا میترسونه و میدونن که مردم مقصد داعش قبول نداره. برای خاطر آنهایی که در دین مستحکم بودن و آنهایی که انا با حکومت خوف داشتن آنها را به همین تهمت کشتگیان. این واضح آشکار است. هیچ کس یگان انسانی نیست که مقصد و یعنی انسانی عاقل به این چیز باور نمیکنه. اگر آنها داعش میبودن آنها را آشکار نکرده کشته میپرستن. لیکن حتی اینکه خبرها اومد برادری که آنها را میشناختن یعنی شخصیتی هم کشته شده ها را میشناختن بعد نزدیکای آنها در علاقه برآمدن. مثلا انا بعضی هاشون بودن که یک ماه دو ماه پس باید که میبرآمدن آزاد میشدن باید آزاد میشدن. آنها یک ماه دو ماه پس آزاد میشدن یعنی همون مدت زندانی شدن آنها بود شده سبب تو برادر اگر که در زندان تاجیکستان نه تنها زندان تاجیکستان تمام زندان های کفار ده آدم بکشی یا اینکه یعنی یا که اگه زنا کنی یا تجاوز کنی یا چیز کنی یک جنایت دیگر کردی اگر زندانی شوی برای تو آسان است. یگان برای تو قیندی نیست اوجا. نکم کسانی که همه الله خودش میشناسه به خاطر دین زیناش نباشه عاقبت ما را یا اخل میکشن یا اینکه چه میکنن. لیکن من سبحان الله میترسم که الله سبحانه و تعالی روز قیامت در حق همین مظلوما بپرسه ما چیکار میکنیم؟ خاصتا کسانی که به همون نزدیک بودن و چشمی سر دیدن که برادراشون خیلی کشتن لیکن سکوت اختیار کردن خب کردن آنها چی جواب میفته باشن؟ والله الله سبحانه و تعالی میپرسه در حق آنها. فکر نکنیم که ما آنها همون کشتن و تمام. نه در حق آنها الله سبحانه و تعالی میپرسه. همین با گفت شما که اینها یک صحنه ساخته هست. بله. آیا مردم میدونن که همین صحنه ساخته است یا مردم باور کردن که همینا گروه تندرو هستند؟ البته که ما خیلی گفتم آدمایی که مقصد عاقل باشن صاحب عقل کمه مقصد فراست و عقل فهمیش داشته باشن آنها میدونن که یه صحنه ساخته است. یه صحنه ساخته است و ما همون در شرح‌های همین ویدیو میخونیم اکثر همون شرح کامنتری خود نوشته هستن که یه چیز یک صحنه بود که ساخته بود از جانب حکومت اینها
اینها را برقصد کشتن. این صحنه ساخته بود و این چیز سالهای طولانی است که هم میشود. و دیگر اینکه در نزدیکی 13 فوریه 3 جوان تاجیک را کشتند. آنها را هم تهمت کردند به اکستریمیستی. چرا حتما به اکستریمیستی تهمت میکنند؟ بله، در این باره ما خوندیم، خبرها را خوندیم و این چیز وقتی که یک ملت یک چی به صاحب ماند اگر این هم خیلی ظلم در بالای اونها زیاد می شود. من فکر میکنم مقصد این چیز تهمت برای جوانان تاجیکا بودن که آنها اکستریمیست تا اینکه نام تاجیک سیاه کنند و ای پشتی همین سبب می شود که اکثر تاجیکای دیگر رو دیگر جوانان در فشار میبرند و آنها را به هم جنگی اوکراین و چی چون استفاده بردن در رای کردن ده این همین گونه صحنه ها را میسازند. من فکر میکنم کدام ملتی که صاحب ماند این هم کارا میکنه. حکومت تاجیکستان چه ای پشتی هم گپ نمیزنه. خیلی شهرونداش کشته هستند. این خیلی مثلا با جنگ اوکراین رای کردند، قدر ملت خار کردند، نکم تا حاضر ای طرف حکومت تاجیکستان یک رده یا یک پشتگیری ملت ندیدیم. برعکس کسی بود که ای پشتی خلق میخواست همین جوانو را حق حقوقی همین ملت تاجیک دفاع میکرد، او را چیکار کرد؟ او را تهمت کرد با اوباشی و بچون چیزا تهمت کرد، برد زندانی کرد. حاضر ملت به صاحب ماندگی. ای همین سبب میدونه که جوانای تاجیکا ای اول هم خیلی جنگ‌ها رو اومدگیان یا نوترسن. برای خاطر این همین را اگر با جنگ اوکراین اگر جلب کنن یا نوترسن میجنگن. خیلی که پوتین خودش هم بنظری گفت که در همین جنگ ما در صف اول مسلمانو خوب جنگیده هستند. برای همین خاطر من فکر می‌کنم این پستا برای هم بود. این همون کروکوسیتی بود و دیگر و این بود. همین فشار میکنن یا تهدید میکنن به قصد که با اوکراین بکنن. حاضر مثلا همین سبب میکنن میگه تاجیک همین کارا کرده است، میگه اکستریمیست ای پشتی و کدومی تاجیک نباشه میقپن میبیارن دکمن دارن ندارن، میگه که هم خیلی میگه شما را میگه تهدید میکنیم یا که زندانی میکنیم یا خیلی میکنیم شما با همین دست دارین یا اینکه میرین 6 ماه میجنگین میبین پاسپورت میگیرین یا چی میکنین. هم خیلی میگه دیگه مردم بیچاره میره پشتی همین. شما ذکر کردید که روسیه مردم ما رو به صاحب یافته با جنگ اوکراین استفاده میبرد، فشار میکند و هر خیل تهمت ها میزند. ولیکن گفتی شاعر این است که ما از بیگانگان ننالیم، هر چی که کرد با ما آن آشنا کرد. ما در تاجیکستان نگاه میکنیم که همین شکنجه در تاجیکستان هست، همین تهمت هایی که میزنند در تاجیکستان هست. سوال من این است که به فکر شما چی سبب هست که این مقامات ما اینقدر بدبینی دارن به شهروندان خودشون، به ملت ما؟ از عبدالله هم پرسیده بودم آیا آنها ملتشون دیگر هست که تاجیک بد میبینن یا چی سبب؟ به فکر شما چی سبب هست که فشار سخت دارن به ملت ما؟ اگر فکری من بگم، من فکر میکنم که با این چیز تأثیری دولت های با اصطلاح ابرقدرت و مثل روسیه یا که چین، خیتای، من فکر میکنم که آنها تأثیر آنها هم هست که جوانان تاجیک، جوانانی که خاصتا در اسلام در دین سخت باشن، آنها را هر نمود عذاب و شکنجه، چی جریمه بستن باشه، چی شعارهای اسلام دور کردن باشه، چی زندانی کرده در زندان آزاد دادن باشه، به سر آنها آوردن. جوانایی که هستن، جوانای مسلمان‌ها. برای چی؟ برای که مثلا همین سوریه ده اکثر کسانی که مجاهد بودن برای آزاد کردن سوریه مبارزه بردن، آنها جوانا بودن. 18 ساله تا 30 ساله تقریبا 80% صف مجاهدان همین گونه جوانا بودن. همین جوانها زمینای خودشون ای زیر ظلم آزاد کردن. ظلمی سوریه رو میدونید چه بود. من فکر میکنم برای این خاطر بسیارتر آنها با جوانا و خاصتا جوانایی که در دین سخت‌تر هستند و آنها چی میکنن؟ اهمیت میدهند و آنها را یا جریمه میکنن یا که ای دین دور کردن حرکت میکنن یا که زندانی میکنن یا که میکشن، هم خیلی میکنن. برای چی؟ برای که آنها میتونن که مقامات، ظلم مقامات که بالای اونها شسته، آنها را ایشون دفع کرده، حتی اینکه برای ای ظلم آزاد شدن خودشون قربان کنه. برای این خاطر یا اینکه آنها را حرکت میکنه، زندگی آنها دشوار میشه، مجبور میشن ای وطن خودشون اختیاراً برآمده میروند. یا اینکه کسانی که در وطن باشن آنها با ترس هراس زندگی میکنن، کسانی کمی بر ظلم مقامات سر بالا کرد آنها را زندانی میکنن یا شکنجه میکنن مثلا. یعنی شما گفتنی که آنها فشار میکنن که جوانان این ملت حق خودشون رو طلب نکنن، آزادی رو طلب نکنن.
بله مثلا سوال ما در سوال میتونم خیلی میگه که برادر میگه خیلی گپورا گپ میزنی برای تو میگه یگان مشکل نمیشه میگه که مقصد خیلی گپورا گپ میزنی ما پیش ای جواب دادن به همین سوال اونها برای اونها سوال میتونم که برای چی کسانی که مقصد گپ حق گپ زنه مثلا خدام برادر میبروی انا ظلم حکومت یا ظلم مقامات گپ میزنی بعد ممکن همین سوال میتا ما همین سوال میتونم برای همون کسانی که هم خیر برای چی کسانی که حق گپ میزنن چیزی که هست همراه گپ میزنن برای او پرابلمش نظر کن برای چی ما هم خیلی پرابلم داریم هم خیلی مشکل داریم که اگر ما وقتی گپ حق گپ زدیم یا اینکه حق خودمون طلب کردیم پس ما جنایتکاریم این همین ما تیار میشیم تیار میشه فقط که آنها میبینن همین انا چی میگه ناروشنی میزنن گرفته میرن و همین ما خودمون تیار میشیم و با این چی ما فکر میکنم که هم تربیت انا پدرامون بابا کلانمون با ایش تاثیر میکنه اگر که ای بالا تربیت شجاعتناک کلان شود اگر خیلی نمیشن خیلی ای موضوع کمی دور شده با موضوعی که بگردیم برای چی با خلق خودش خیلی مقامات ظلم میکنه بگیم اگر رحم نداره رحم نمیکنه ظلم میکنه همین یگانه سبب همین که تو اینکه این همین جوان ها برزیدی انا ظلمی آنها برزیدی قانون های آنها سر بالا نکنن نمی‌دونم فکر می‌کنم اگر که آنها جوانای ما اگر سر بالا کنن همین جوانایی که مقصد ای ظلم پدر مادرش ملتش آزاد میکنه زنو یا اینکه کلان سالها یا اینکه کودک آزاد کردن نمیتونن هم جوانا برای این خاطر جوانا را برای شکستنش تمامی حرکت میکنن یعنی چه بگیم با هم اصلاحی خدمت بگیم با زبان کوچکی انا علاوه چشمشون گرفتنی میخوان بله سبحان الله نمی‌دونم والله اعلم شما چه مشکلات بر سر جوانان نورس ما میبینید جوانان ملت ما چی باید کرد اگه من مشکلی را من با جوانان نمیبینم من مشکلی را با خلق نمیبینم انا شاید کدام یک جهت مشکلی داشته باشه لیکن اساسی سبب مشکلی که به سر امت اومده ما هم کسانی که در سر همین ملت حکمرانن مسئولن هم مقامات و مقصد حکومت بگیم من مشکل در همه میبینم اگر همه سطح زندگی خلق خوب کنه برای خلق بگیم ای دنیویشون مثلا هیچ نبودن ای دنیویشون یک زندگیشون خوب کنه یک شرایطی خوب تعلیمی دنیویی باشد هم یک انجینیر و یک کادرهای خوب تیار میکرده شرایط کنه و برای دولت‌های خارجی رفته علم گرفته اومدنشون شرایط کنه و او را پرداخت کنه اگر مشکلی خلق ما تیز از بین میره ای طرف دینی هم اگر همین مسئولانی همین ملت در سرشون مسئول خودشون گرفته مقامات بگیم مثلا یا حکومت بگیم اگر همین ها برای دین هم آزادی بمونه همین خلق با دین خودشون آزاد بمونن که مقصد در دینتون عمل کنین یگانش نگه همین جوانو همین حکومت یا اینکه همین چیرا تاجیکستان ای کسانی که مخالف همین هستن حمایت میکنن همین حمایت میکنن که چی میفهمه میگه ما میگه در دینمون آزاد هستیم میخوایم ریش مونده هستیم میخوایم زنامون سطر کرده هستیم میخوایم کودکامون تعلیم دینی گرفته هستیم چی میخوایم ما میگه حمایت میکنیم دولت میگه و مثل که مثلا این از سوریه ده با دینمون آزاد موندگیان ما در دینمون آزاد میکنیم ما برای حفظ همین جا برای حفظ همین قانون ما جانمون میتیم تیاریم برای چی برای که آنها در دینمون آزاد موندگیان و مثل همین تاجیکستان اگر هم فکر کنه اگر همون خلق خودشون چی میکنه مشکلی در همین بالاهایی که همین خلق دستش هم خیلی فشار و همین چی میگه ضغط میگه که عربو دولینی همین باره ها قندی ها را وارد اگر یه خلق حرکت میگه ای یک طرف شکاف کنه بروه هم ای طرف دینیشون یک حیاتی خوب نیست هم ای طرف دنیایشون نه سوید است نه اینترنتشون کار میکنه در سوریه که 14 سال جنگ است سوید شهر روز است مثلا هم خلاصه این مشکلات در هم بالایی که خلق تامین نمیکنه یعنی مشکلات خلق حل نمیکنه مشکلات در خلق نمیبینیم خلق خیلی که گفتیم حیات خلق خوب کنن اگر خلق خودش دفاع میکنه باید بله گفتنی که شما مردم با خود دشمن ساخته هستین اینها بله مردم آوازی هیچ کس ننولن باید اونها ای خودشون بنولن که همین خلق برای چی برزید اونها گم میزنن برای چی گم میگه که ما اگر شمول نشد درخت نمیجومه بله همین یک عیب داره که باید همین جوانو همین خلق برزید اونها خستن اگر اون عیب نقصانشون پاک باشه اگر همون خلقشون دفاع میکنه ما را و سوال مهم این است که محسن حکومت تاجیکستان را تهدید دارد محسن دولت تاجیکستان را تهدید میکند البته که من در نوارهای پیشینم سالهای پیش
حکومت توجیستان تهدید کردگی هستیم که مقصد ما خیل میکنیم او خیل میکنیم گپ زدگی هستیم لیکن تا حاضر یگون کار نکرده ایم و من همونجا فهمیدم که مقصد انسان چقدر مقصد همین حیات زندگی کردن میگیره با مقصد پیشتر مقصد چی اشتباه کردگی یا اینکه چی گپ زدگی همه را میفهمه. همین سبب من پیشتر در نوارهام انا ظلمی حکومت دیده نسبت خلقی ما نسبت ملتی ما نسبت مسلمانان دیده من بله تهدید کردگی هستم با احساسات داده شده بسیار گپ‌های مقصد کلان گپ زدگی هستیم لیکن الله سبحانه و تعالی در قرآن چی میگه؟ میگه که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ای مؤمنون چرا میگویید آنچه را که نمیکنید. این همین آیات معناش خوب فهمیدن در کار که انسان وقتی که یک کس تهدید میکنه به همون تهدیدش چنین تهدیدی کردش باید قوت و عمل داشته باشه. حاضر مثلا همه میتونه که در پیش کامera برموده هم کدام دولتی باشه تهدید بکنه. اهم سبب من تهدید ندارم لیکن اونچه که تهدید کردیم اگر از این از مثلا از همین وقت تهدید کردیم باید او را پیش ای قول گپ زدن و پیش ای تهدید کردن ما در عمل باید نشون بدیم بعدا برموده گپ زنیم که ما این خیل میکنیم او گپی خالی کتی نمیشه. همین سبب حاضر عین حال من تهدید ندارم لیکن اگر که تهدید کردنی باشیم ما با قوتم با امکانیتم نگاه کرده تهدید میکنم اونس که دست نمیبینم نمیکنم برای که اونس که گپ میزنی نکنیم اگر چقدر که الله در قرآن در نزد الله این چیزی بد است که شما گپ میزنی نمیکنین میگه لیکن بعد نه همجا با یادآور شدم که تهدید ما به خلق تاجیک نبود با ملت من با مسلمانان نبود ما با خلق تاجیک با ملت خود و مسلمان ما یکیم دشمن یک کس هست که هم کسانی که ما را با تهدید کردن مجبور میکنه و اون تهدیدایی که ما کرده باشیم در نزد حکومت در پیش ظلمی حکومت در پیش تهدید حکومت ایصد یک شم نبود. یعنی شما گفتنی که همین رشک ملیتون غرور ملیتون یک ناموس ملی شما مجبور کرد که تهدید کرده باشید با قصد که اصلاح شوند. بله ما تهدید کردیم برای همین انا کمی باشد هم همین ظلمی که در بالای ملت کیسه دست بکشن ولی افسوس انا ندیدم یگان نتیجه‌ای که آنها ظلمشون کم کرده باشن. شما از آمدنتون هجرت کردنتون به سوریه یگان قدر پشیمان شدید یا یگان در دلتون فکر آمد که اگر نمی آمدم یا این کار میکردم خوبتر بود یا این کار میکردم بهتر بود گفت یگان حسرت در دلشون پیدا شد؟ نه الحمدلله که تا حاضر خیلی فکرات از سرم نامده است و مرا بسیار چی کردن دعوت کردن ای تاجیکستان که بیا اگر با اختیار خود آمدی ما تو را میبخشیم ما تو میگیم دو سه بیانات مینویسی تمام لیکن الحمدلله الله سبحانه و تعالی شاهد است من برای که حیات پیشینم که حیات حاضرم اگر من مقایسه کنم من بسیار در گمراهی ها بودم و الحمدلله که آمدیم به اینجا بسیار سو آگاه شدیم الحمدلله و برای انا بگم ملت مسلمان برای آزادی ای ظلمی ظالما و مظلوما یک کمی باشم حصه خودم کش کردیم ای چیز من خرسند هستم و من ان شاء الله که یگان پشیمان شدگی هم نیستم برای که اون دوستانی که با من بود در وطن تا حاضر میبینم همون چیز خیلی بودن همو بودن در همونجا موندن تغییر نیافتن ولی الحمدلله که ما اومدیم در همین انا هجرت کردیم چی پشیمان شویم. بله این مقصد ما وطن را یاد میکنیم ما یک طرف زیق میشیم که مظلومای خودمون وطنی خودمون ملت خودمون ما کمک کردن نتونستیم ای طرف زیق میشیم لیکن به هر چیز حکمت الله هست ان شاء الله همش وقت ساعت خودش ان شاء الله. الان ما نگاه میکنیم که ملت ما تاجیک‌ها در تمام روی دنیا در مهاجرت هستند و در بعضی آنها صحبت میکنیم خاصتا در روسیه آنها از ملت خودشون ذکر کردن ایزا میکشند. یک ملت تاجیک یک آبروی پست یافته است که ملت خود را ذکر کردن ایزا میکشند نه همه آنها بعضی آنها و شما در سوریه که در همه جا چرخ زده رفتید گشتید از ملت تاجیک بودنتون ایزا میکشید یا خجالت میکشید؟ البته که اگر تاجیک باشد تاجیک ملت پرستی گپ در ملت پرستی نرفته است لیکن تاجیک باشد و تاریخ چه بدوند اگر او برعکس فخر میکنه با ملت خودش نه اینکه ایزا بکشه مثلا اکثر ملت هایی هستن که تاریخ ندارن ای کجا پیدا شده نمیدونن لیکن تاریخ فارس این چندین هزار ساله ها تاریخ داره و ای ملت ما صحابه برمودگی سلمان فارس برای چی پیامبر خدا سلام سلمان نگفت فقط یعنی سلمان مهاجر نگفت سلمان فارس که با ملتش گپ زد یعنی در اینجا چه خیلی گفته ما ملت پرستی نه کیم که ما تاجیکا ما فارس
ما فخر کنیم که ما فارسیم. ما هم خیلی چیز داشتیم که ما نه تنها یک صحابه سلمان فارس بلکه با یک چند صحابه های فارس بودگی که نامی خطا نکنم نامی اتش سلیم بودگی است با نام دیگرش، یعنی مشهورش سلمان فارس بودگی است. و ای اولاد ما امام بخاری، امام مسلم، ابو داوود، ابن ماجه برآمدگی که اینو فارس اصل دین برای نقل کرده رفتگن. امام بخاری بگوست تمام دنیا میشناسه. امام بخاری کی بود؟ فارس بود، تاجیک بود مثلا. چخیل من ایزو میکشم که من بگم که من تاجیکم، حالا که ای اولادی من صحابه بود با پیامبر یک جا ایستاده، ای چندین دین در اومده کفته پیامبر خدا را پیش اومده ایمان آوردگی، در راه الله جنگ کردگی، برای پهن دادن اسلام سهم داشتگی. اینا میونه اولاد داریم. چگونه اون انسان ای تاجیک بودن خودش ایزو کشیدن ممکن؟ ما الحمدلله در سوریه من فارس میگم، من تاجیک میگم، من گپ میزنم مثلا من تاجیک میگم و من فخر میکنم الحمدلله که برای که ای ملت من هم خیلی شخصای برآمدگی که دین برای من نقل کردگی، هم خیلی شخصای بوده که برای پهن دین سهمشون گذاشتگن. ایم سبب کسانی که با ملت خودش، با تاجیک بودن خودش، با فارس بودن خودش اگر ایزا بکشه او انسان تاریخش نمیدونه. من با بعضی هموطنان صحبت میکنم در اروپا، در بریتانیا، نگاه میکنی اونها فخر میکنن و سیمای اسلامی دارن، ولی که همین در روسیه یک سیاست غلطی داریم که ابروی ملت ما رو پشت پناه ندارن. به فکرم همونها خجالت میکشن از ملت خودشون. ولی که چطور که ذکر کردید نسل ما نسل کوچک نیست، یک نسلی وای هست. خیلی از سببی که بعضی سیاست غلطی که دارن هم خیلی شد. بله. در آخر چی نصیحت دارید بر جوانان ما؟ که ما خودمون صاحب نصیحت هم نمیدانیم، نکیم آن سه که مقصد در تجربه حیات خودمون دیدیم، نه چی برای آباد کردن دنیای خودمون باشه، چی برای دینی خودمون باشه، آن تجربه هایی که مقصد دیده باشیم. همین خاطرش میگیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره رعد میگه که انا با درستی که الله حالت قومی را که به آنها باشد تغییر نمیده تا زمانی که آنها خودشون حالت خودشون تغییر نده. اینای قانون قاعده ای که هر انسان برای عزیز شدن خودش حرکت نکنه، مبارزه نبره، اگر او انسان نمیخواد در ذلت 1000 سال باشم زندگی میکنه، الله حالتی را تغییر نمیده. این وعده الله های. این سبب برای انا ملت خودم، برای تاجیکا گفتنی هستم که در حیات دنیوی، در حیات دینی هم ما به یک حالت گرفتار شدیم که بسیار حالت علم‌آور است. ما برای حالت خودمون تغییر دادن، برای از ذلت به عزت برآمدن و ما باید چیکار کنیم؟ آن راههایی که پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و پیغمبر شدن همه در ذلت بودن، بعد پیامبر خدا اومد عزیز شدن، به عزت برآمدن. با کدام راه؟ با همون راه اگر ما بگیریم، با قرآن و سنت و راه پیامبر خدا صلی الله علیه و راه صحابه ها، با همین راه بریم، اگر ان شاء الله که ما عزیز میشویم. و اگر نه چخیلی گفتیم 1000 سال هم که زندگی کنیم هم ما ای ذلت برآمدن نمیتونیم. بنی اسرائیل الله سبحانه و تعالی 40 سال سرگردان کرد در صحرا، بعد 40 سال نسل نو اومد قدس آزاد کردن. انا که در زمانی ما باشه زیاده از 100 سال شد امت مسلمانان هم خیلی در همین خواری، در همین ذلت بگیم گرفتار شدگی هستن که کافر رو به سرمون انا حکمران شدگی. برای چی؟ به سببی که ما برای به عزت رسیدن خودمون حرکت نمیکنیم. ما کار دنیوی را ای کار آخرتمون دینمون پیش میبریم. برای این خاطر هر کسی به خاطر آزاد شدن خودش اگر برای عزت رسیدن خودش حرکت کنه، او در راه اول پیش ای کار دنیا راه دین با سببش بگیره. برای که هیچ زمان در صورت دیدیم هر کسی که برای آزاد شدن خودش حرکت کرد، جان خودش قربان کرد، با راه پیامبر خدا و با راه صحابه و با راه قرآن گشت، این احواز ببینید عزیزای الحمدلله. جزاک الله خیرا برادر. خیلی خرسند شدم که با شما صحبت دارم. خدا حفظ کنه شما را و ملت ما را از ذلت به عزت برد. امین. و ان شاء الله که جوانان ما نصیحت شما را گوش میکنن و کمتر بیدار میشون و کمتر حق خود رو طلب میکنن، ناموس خود رو به جنبش میارن، بیدار میشون. ان شاء الله که چطوری که گفت شاعر پایانش بسیار سفید است. ان شاء الله که ملت ما نباید در این ذلت دور و دراز ماند. جزاک الله خیرا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.